بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، مجتبی طاهری تفتشی هستم، نویسنده کتاب از حمام منصوری تا بانک مرکزی. حدود 25 سال پیش مسابقه ایواندر هالیفیلد و مایکل تایسون برگزار شد. احتمالاً مسابقه اولش رو دیدید که تایسون شکست خورد. سال بعدش مسابقه چند ماه بعد مسابقه دومشون برگزار شد که تایسون گوش هالیفیلد رو کند. احتمالاً از ماجرا با خبر هستیم. ادعی گفتن تایسون به دروغ، تایسون از ترسش این کار رو کرد، ولی ادعی دیگه خود تایسون معتقد بود هالیفیلد به چشش با سر ضربه زده و به همین دلیل خواسته انتقام بگیره. من هم بازی اولش رو دیدم هم بازی دومش. بازی اولش دقیقا همینجوری هالیفیلد چند بار با ضربه سر زد، حتی تایسون شکایت هم کرد، با اینکه خود تایسون که از راند دوم به بعد به یاد نمیاره، ولی مسابقه رو که من دیدم با همون حالتی که تعادل نداشته به داور دیدم شکایت میکرد، این داره به سر من ضربه میزنه. مسابقه دوم با دقت نگاه کردم دیدم خیلی وقت پیش این ماجرا بود، چند ماه پیش، تا اونجا که یادم راند دوم بود دوباره با سر زد به چش تایسون، چشش آسیب دید، قشنگ معلوم بود. به داور دیدم شکایت کرد. من انگلیسی خب بلد نیستم که بفهمم چی میگه، ولی معلوم بود داره شکایت میکنه این زد به سرم، یه چیزی بگو. داور وقتی به شکایتش رسیدگی نکرد، توجهی نکرد، راند سوم گرفت اون حرکت زشت رو، حرکتش زشت بود، گوش هالیفیلد رو کرد. ولی چی علتش این بود، تایسون اومده بود شکست بازی اولش رو جبران کنه، ولی هالیفیلد با نامردی تمام دوباره ضربه سر زد مثل بازی اول. تایسون هم به همین دلیل اومد اینجوری خواست اعصاب هالیفیلد رو به هم بزنه وقتی داور به شکایتش رسیدگی نکرد. اینی که ادعا میگن تایسون برای اینکه پیش از اینکه بار دوم ببازه این کار کرد، قطعا حرف خنده‌دار و احمقانه‌ایه، چون تایسون چند شکست دیگه هم داشته، چطور اون موقع اون کار رو نکرد. هالیفیلد مبارزه‌شو با چیزم دیدم، حازم رحمان، حسیم رحمان هم میگم بعضی وقتا حازم نیست که درست، حازم رحمان دیدم، اونم سرش این هوا باد کرده بود، با مشت اونجوری نمیشه، معلوم بود با ضربه سر زده هالیفیلد. یعنی سابقه ظاهرا سیاهی داره هالیفیلد. میگم اگه اون حازم رحمان اون سرش اونجوری اون همه باد کرده بود به دلیل دسته که هیچ، ولی بعیده با مشت دست اونجوری بشه، چون دستکش خیلی کلفته دیگه، با اونجوری نمیشه. اون با ضربه به احتمال بسیار زیاد سر شده، که حتی من کامنت انگلیسی یه نفر رو خوندم، به انگلیسی نوشته بود، یه مقدار انگلیسی بلدم، میگه من بیزارم از این کارهای هالیفیلد که با سر ضربه میزنه. یعنی سابقه سیاهی داره هالیفیلد در این زمینه، متاسفانه. البته تایسون هم میگم کارشو من تایید نمیکنم، گوش هالیفیلد رو کنده، ولی علت کارش هم باید در نظر بگیریم، چون هالیفیلد با پرروگری تمام وقتی آشتی کردن گفت تایسون از من معذرت پوزش خواست، من پذیرفتم، در صورتی که اونم باید معذرت می‌خواست از تایسون برای نامردی که کرده. خیلی ممنونم. اگه دوست داشتید شبکه رو سابسکرایب کنید تا از فیلم‌های پیشین و پسین من آگاه شوید. اگر این فیلم هم دوست داشتید لایک کنید.